باورت میشه این نون روغنی سنتی تبریزی 80 سال تو این کارگاه شیرینی‌پزی به این صورت داره تولید میشه. خمیرش رو درست میکنم، بعدش میپزنم تو دستگاهچه میره دستگاه. کلا اینجا یه محیط خانوادگیه مثل که آقای دانشگاه درسته؟ تقریبا خانواده است. آقایون هم که آقازاده هاتون هستن. آقازاده. همین و عطا. الان نسبت نزدیک اینجا بابا اینا 50-60 سال سابقه‌شون توی بازار هستن. قبلش هم باباشون بودن، پدر بزرگشون. 60-70 سال تقریبا ما سابقه کار داریم. زمان پدر بزرگم حساب بکنیم بله بالای 70 سال میشه. بالای 70 سال هستیم که توی بازار هستیم. سفیده. ما واسه این زردچوبه نمیزنیم ولی واسه نون افطاری زردچوبه میزنیم همیشه، یعنی از اول مدل مغازه ما اینجوریه، جای دیگه نمیزنم و شاید هم بزنم. من خاصیت زردچوبه ما سعی میکنیم چه بیشتر استفاده میکنیم تو خیلی از خمیرامون، سعی میکنیم زردچوبه رو بزنیم. توی خمیر بامی هم سعی میکنیم زردچوبه رو بزنیم چون دقت کنید زرد رنگ خمیرامون. به غیر از نون روغنی واسه همشون زردچوبه هم میزنیم.
آقای دانشگر ببخشید آدرس قنادی دانشگر نو رو میشه بفرمایید؟ این تبریز خیابان دارایی 2 که همه میشناسن یه مسجدی از صاحب الامر از فکر کنم مسجد زمان شاه اسماعیل یا شاه عباس این باشه مال صفویاس بکنم و از اونجا که بیایم به سمت بازار یه میدانی بازارچه شتربان یعنی چسبیدن به هم دیگه بازار مسگران بازارچه شتربان از اون برم میخوره به میدان کاه که تبریزی‌ها میگن سامی. پس قنادی داخل بازارچه شتربان یعنی ما بین میدان کاه و بازار مسگر